عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان به بازی فوتبال. با قسمت 18 مجموعه مستند مسابقه به اضافه فوتبال در کنار شما هستیم. اگر قسمت قبلی رو دیدید متوجه شدید که تیم اولمون تکلیفش مشخص شد، اتلتیکو مادرید صعود کرد و در این قسمت خواهیم دید که آیا تیم منچستر سیتی میتونه این کار رو انجام بده و به عنوان دومین تیم تکلیفش رو مشخص بکنه و به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه یا نه. در کنار میلاد رضایی عزیز هستیم. سلام میلاد جان، وقتت بخیر. سلام مهدی جان، دمت گرم. آقا امروز هم یه بازی خوب داریم، نه به حساسیه، بازی میلان و اتلتیکو. البته اون بازی حساس هم دیدیم که با چه اختلافی تموم شد، ولی خب بازی خوبیه. مسعود اومده برای صعود به جنگه، هنوز ممکنه امکان حذفش هست و میلاد نجفی هم خوب بازی نکرده توی این دوره از مسابقات، ولی خب اونم اومده که بازی خوبی رو ارائه بده و با تیم خوبی که داره هر دوتا با انگیزه. آفرین، جفتشون هم انگیزه دارن که نتیجه خوبی رو بگیرن. پس بریم مصاحبه هاشون هم بشنویم برگردیم. بله. بریم مصاحبه یه تیم اول رو بشنویم، البته ببینیم و بشنویم. در کنار شما هستیم. اما منچستر سیتی و یه بازیکنی که خیلی‌ها از اسمش هم می‌ترسن. امروز یه بازی آسونی داشت نسبت بازی قبل. آره خودش. آره؟ آره. خیلی اعتماد به نفست بالاست، حس می‌کنی خیلی بلدی تو فوتبال. دیگه بسته به حریف داره دیگه. موهات خیلی هم قشنگی قابل یا بعضی وقتا چشماتون قشنگه. میبری امروز؟ آره چرا؟ چند بازی تفاضل. چند؟ بازی تفاضل، خودم خبر ندارم. چند تا میزنی؟ 4. یعنی چی تفاضله؟ میخوای فاصله بدی ها با رقیب. بله. پس تیم اول صعود کردی. ایشالا. ببری احتیاج به تفاهم. قهرمان میشی؟ نمیتونم قهرمان میشی؟ نمیتونم با عنوان تیم اول صعود کنم، ولی خب چرا؟ آقای میرصدی بالاتر. احترام بزرگتر. میبری پس. بفهم کاری میکنم. مصاحبه تیم اول رو دیدیم و شنیدیم، تیم منچستر سیتی که گیمرش آقای مسعود رضاییه. میلاد جان، من رضایی، تو رضایی، مسعودم که رضایی، امینم که رضایی بود. امینم که رضایی بود. جمع رضایی جمع. آره. چیکارش بکنیم؟ والا کاریش نمیشه کرد. باید دید تو بازی چی کار میکنن. آها. آره. و مسعودم که یه مقدار اعتماد به نفسش بالا بود توی این بازی. حالا نمیشه پیش بینی کرد راستش. اومدیم و دیدیم که میلاد نجفی اومد و خوب بازی کرد و کارو در آورد. بریم به نظرم مصاحبه میلادم ببینیم بعد. باشه دیگه، بریم مصاحبه میلادم ببینیم و بشنویم برگردیم دیگه. خب آقا میلاد نجفی یکی از بازیکن‌های خوب که بازی قبل خوب بود ولی باخت. 2-1 باختی. آره بکنم. یعنی یادت رفت؟ نه به خودی چی نمیدونم. امروز میبری. ولی تلاشمو میکنم بازی رو نگه دارم با اختلاف کمتر، چون آمسود باشه خیلی قویه. از کجا قویه میان این مدت؟ نمیدونم تمرین ندارم، از بچگیشون فکر کنم همین بازی کردن، ولی ما فوتبال خودمون فوتبال بازی خیلی قویه. کی بریم فوتبال با هم بازی کنیم؟ تمام شما بگید امروز چند تا میزنی؟ چند تا میشه ببینیم، چند تا موقعیت پیش میاد، چند تا میخوری؟ چند تا موقعیت واسه مسعود پیش میاد. میتونی بری. با آرزوی موفقیتش. مرسی هم. بفهم. خب این هم از مصاحبه تیم دوم آقای میلاد نجفی و تیم لیورپول. میلاد نجفی هم که شخصیت متواضعی داره. آره. ادعایی نداره، برخلاف هر کی اومد گفت داداش بذار ببرم، نه نگفت. آفرین. خوبم باخت. و برخلاف مهران افشار که ادعاش سقف سوراخ میکنه ولی آخر سرم میبازه بازیشو، میلاد نجفی و یاسین سلطانی اینجوری نیستن. و خب میلاد نجفی هم که متواضعانه اومده، ببینیم که میخواد چی کار کنه. آیا میتونه نتیجه بازی برخلاف پیش بینی ها نتیجه بازی رو رقم بزنه یا نه؟ خب پیش بینیت از بازی چیه کلا؟ والا من سری پیش که پیش بینی کردم خوب در اومد، خداییش خوب در اومد. بعد نه بازی پرگلی شد. آره. ولی اون چیزی که من میگفتم نه خب تعداد درست گفتی. تعداد گلا آره مثبت میگیری از اون لحاظ. این بازی رو نمیدونم راستش، ولی میلاد نجفی سخته که گل بزنه به مسعود. مسعود هم زیاد گل میزنه. من
و 5-0 پیش بینی میکنم به نفع منچستر سیتی. به نفع منچستر سیتی. بله. 5-0 میشه. 5-0 میشه. 5-0 میشه. 5-0. بریم ببینیم پیش بینی میلاد رضایی چطور در میاد. بریم به ورزشگاه اتحاد و همراه بشیم با گزارشگر برنامه. گزارش نیمه اول بازی بین دو تیم منچستر سیتی و لیورپول. به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همیهنان گرامی. در خدمت شما هستم با بازی هفته آخر دور گروهی، گروه بی، جایی که منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد به مصاف لیورپول خواهد رفت. منچستر سیتی با مسعود رضایی از 3 بازی قبل 2 برد و 1 باخت رو به دست آورده و 1 امتیاز برای صعود میخواد. اون یه باختش هم که جلوی منچستر یونایتد بوده که دیگه صعود کرده. در مقابل لیورپول و میلاد نجفی هر سه بازی خودش رو باخته و جزو حذف شدگان این گروه هست. بریم کم کم به ورزشگاه اتحاد. آغاز بازی رو در دستور کار خودمون قرار خواهیم داد. چهره روبن دیاز رو می‌بینید از منچستر سیتی میزبان. دو تیم کم کم آماده آغاز بازی خواهند شد. بریم بپردازیم به ترکیب دو تیم. برای منچستر سیتی ادرسون مراس برزیلی در درون دروازه است. واکر، دیاز، لاپورتا و کانسلو مدافعان این تیمو تشکیل میدن. مارز، رودری، دیبروینه و فودن به همراه برناردو سیلوا و نهایتا هم ارلینگ هالند 11 مرد منچستر سیتی مسعود رضایی رو در این دیدار تشکیل خواهند داد. ناتان آکه و گریلیش و گوندوگان و آکانجی استونز هم از سرشناس‌ترین نیمکت‌نشینان این تیم هستند. اما در سمت مقابل همونطور که ملاحظه می‌فرمایید برای قرمز پوشان لیورپول بندر آنفیلد در این دیدار آلیسون بکر در درون دروازه است. ترند الکساندر آرنولد، جوئل ماتی، ویرجیل فان دایک و اندرو رابرتسون به همراه هندرسون، فابینیو و تییاگو آلکانتارا و به همراه صلاح و فیرمینو و دیاز 11 مرد لیورپول میلاد نجفی را در این دیدار تشکیل خواهند داد. برای لیورپول این بازی جنبه تشریفاتی داره، اما اومدن دادن این دیدار خارج از خانه بتونن از حریف سرسخت خودشون امتیاز رو بگیرن. آماده آغاز بازی میشیم. آبی روشنپوشای منچستر سیتی از چپ به راست خواهند زد در نیمه اول. لیورپولی هم که با لباس قرمز از راست به چپ بازی خواهند کرد. بازی که از همین لحظه آغاز میشه و سیتیزن های آبی پوش با برناردو سیلوا در میان میدان صاحب توپن. کوین دیبروینه، برناردو سیلوا، رودری و نگه میداره برای کایل واکر میبره. خود واکر، ریاض مارز از بین 2 بازیکن تو رد میکنه. فرصت برای منچستر سیتی. حالا ببینیم ما تو چی کار میکنه. حالا درون محوطه جریمه با توپی که گرفتن اونجا لیورپولی ها. دیاز باز هم پس میگیرن بازیکن منچستر سیتی. حالا فرصت در سمت راست میره از مارز درون محوطه جریمه خودش میزنه یا پاس میده سانت روی دروازه و ضربه سری که دیبروینه میزنه و آلیسون توپو جمع میکنه. بلند میفرسته میانه میدان. سیتیزن ها باز هم توپو جمع میکنن. باز هم بازیکن منچستر سیتی پشت محوطه فان دایک میاد توپو جمع میکنه. تییاگو فان دایک باز هم برای تییاگو آلکانتارا میانه میدان رد میکنه. تییاگو داره بازیکن لیورپول پشت محوطه جریمه و باز هم سیتیزن ها هستن که توپو جمع میکنن. رودری، سیلوا، هالند، واسه برناردو میتونه تو اون ببینه هالند. خود ارلینگ هالند و اونجا جوئل ماتیب ازش میگیره و اشتباه میکنه. فیل فودن در اون محوطه جریمه. فودن هستشو یه دفعه که اشتباه مرگبار و توی دروازه گل دقیقه 11 میزنه منچستر سیتی و برناردو سیلوا یه پشتک بارا اونجا میزنه و آمادگی خودش نشون میده. اشتباه مرگبار خط دفاعی لیورپول. اینجا فان دایک توپو گرفت و اشتباه کرد. چه کسی هم اشتباه کرد اونجا. ویرجیل فان دایک و حساب کار 1-0 میشه به نفع منچستر سیتی. چه کار راحتی هم داشت برناردو سیلوا در مقابل دروازه و حساب کار 1-0 میشه در دقیقه 11 برای منچستر سیتی. خوشحالیای سیلوا که تمومی هم نداره، ورزشکار رو هم به تهییج میاره و بازیکن لیورپول که باز هم باید به دنبال جبران گل خورده باشن. تییاگو در میانه میدان صاحب توپ هست. خودش با توپ جلو میاد، باز هم توپو میگیره اما بازیکن لیورپول صاحب توپ هستن. تییاگو خودش توپو روبن دیاز میاد میگیره. رودری، مارز برای برناردو سیلوا. خود برناردو سیلوا میبره تو اون برای ریاض مارز. فرصت برای آبی پوشان منچستر سیتی. خود ریاض برای کایل واکر. فرصت برای سیتیزن میتونه شان میکنه. یه کاتبک میخواد بده به عقب که موفق نیست و هم مدافعان لیورپول تو میان جمع میکنن. کوین دیبروینه، رودری، دیبروینه،
برای ارلینگ هالند. خود هالند میبره برای کایل واکر، میتونه سانتر بکنه. واکر میبره برای هالندی که در اون محوطه نیست. حالا دی بروینه برای گل دوم، ولی این بار آلیسون بکره که توپو راهی کورنر میکنه. برناردو سیلوا توپ ارسال میکنه روی دروازه، ارسالش جالب نیست، توپ پشت محوطه جریمه میره. کایل واکر، دیاز برای دی بروینه، شوت زن هم هست. خود دی بروینه درون محوطه جریمه که نمیتونه از پس دومین بازیکنم بر بیاره، تو میگیره. خیلی زودتر بعد میدید اونجا محمد صلاح و تییاگو آلکانتارا، اما این اتفاق نیفتاد و توپو گرفت از سیتیزن ها. ریاض مارز پا عوض میکنه، خود مارز پشت محوطه جریمه، فنداکو در مقابل داره، خود ریاض میتونه ضربه هم بزنه. ریاض مارز و گل دوم، گل دوم به زیبایی هرچه تمام‌تر میزنه ریاض مارز الجزایری. من سیتی 2 لیورپول 0. ریاض مارز جشن صعود با شکوه سیتیزن ها در اتحاد ملاحظه میکنین چه کرد مارز در درون محوطه جریمه، همه رو جا گذاشت و خیلی راحت تو در قعر دروازه لیورپول قرنشین قرار داد. منچستر سیتی 2 لیورپول 0. اینم ناراحتی یورگن کلوپ، حذف که شده یه بازی دیگه هم داره میبازه و کار برای اون و تیمش سخت و سخت‌تر هم شده. قطعا انتقادها و فشارها به اون بیشتر خواهد شد. ترنت الکساندر آرنولد تو اون که اونجا میگیرن سیتیزن ها، باسن در میانه میدان. رودری برای برناردو سیلوا، ارلینگ هالند، سیلوا میره سیتی برای گل سوم. گل سوم میبینیم یا نه؟ بله، خیلی سریع برناردو سیلوا دبل میکنه در دقیقه 26 تیمشو به گل سوم میرسونه. 3-0 برای من سیتی. به نظر نمیرسه که کار چندان سختی رو داشته باشن منچستر سیتی ها برای پیروزی و در نهایت صعود از این گروه. 3-0 در دقیقه 26 از حریف خودشون پیش هستن و فشار رو از روی خودشون بر میدارن در ورزشگاه خانگی. کلافه شده دیگه یورگن کلوپ، دیگه نمیدونه باید چی کار بکنه. بازیکنش از خط دفاعی خیلی دارن سست عمل میکنن و به راحتی مهاجمان حریف ازشون عبور میکنن. ویرجیل فنداک، اندرو رابرتسون برای تییاگو، دیاز، خود لوئیس دیاز تو بشو میگیره اونجا. ریاض مارز یه پا دو پا اونجا میزنه. فرصت برای منچستر سیتی هست، یه پا دو پای خوشگله دیگه. حالا من سیتیه و یه بازی فانتزی برای گل چهارم. یه بار دیگه اشتباه ارلینگ هالند درون محوطه جریمه. خود هالند یه پاسو میده، یک اشتباه میره. فابینیو دروازه خودشون رو باز بکنه. کورنر برای من سیتی هست. برناردو سیلوا بلند و آلیسون بکره که توپو جمع میکنه. دروازه‌بان اصلی و ذخیره تیم ملی فوتبال برزیل در این دیدار حاضر هستن. آلیسون بکر برای لیورپول و ادرسون موراس هم در دروازه سیتیزن هاست. فیل فودن، کسی نمیتونه انگار از بازیکن منچستر سیتی اونجا توپو بگیره. خود فودن میره که جا بذاره متیبو که این اتفاق نمیافته. صلاح جلو میاد و دی بروینه رو در کنار خودش داره جا مونده. کوین دی بروینه، محمد صلاح. لیورپول میره برای یکی از گل‌های خورده. محمد صلاح ادرسون توپو میگیره، در برگشت و با آسام ادرسون میاد و توپو جمع میکنه. ژائو کانسلو، فیل فودن، هالند برای فیل فودن میره برای برناردو سیلوا، میبره تو هم عالی هم میبره ارلینگ هالند. گل چهارم میبینیم یا نه؟ چه میکنه آلیسون بکر؟ نمیذاره دروازش برای بار چهارم باز بشه. جردن هندرسون، رابرت فیرمینو، خود رابرت بابی فیرمینو که اشتباه میکنه. یک بار دیگه سیتیزن ها، برناردو سیلوا خودش حرکت میکنه. خود سیلوا و خطا رو میگیره. برناردو سیلوا پشت محوطه جریمه. اون همه بازیکن لیورپول نتونستن توپشو بگیرن. کوین دی بروینه پشت توپ قرار گرفته. دیواره دفاعی 4 نفره لیورپولی ها. کوین دی بروینه و توپش که از کنار دروازه به بیرون رفت. یک بار دیگه ببینیم تصویر آهسته رو. بغل پای فنی دی بروینه که راهی به دروازه پیدا نمی‌کنه. البته اختلافش هم خیلی کم بود و اینم گواردیولا که راضی نیست از ضربه دی بروینه. ضربه بلند بکر به نیمه زمین منچستر سیتی. توپ به صلاح در مقطع آفساید میرسه. 43 دقیقه هم نیمیش رو سپری کردیم. ژائو کانسلو از منچستر سیتی صاحب توپ هست. فیل فودن، ارلینگ هالند، باز هم خود فودن. اونور برناردو سیلوا پشت محوطه هست. خود فودن، متیب که اصلا سرعتی نیست
میره تا در مقابل فودن قرار بگیره. کوین دیبروینه پشت محوطه این شوتو میزنه یا نه؟ دیبروینه پشت پا برای هالند و توپی که فابینیو میاد جمع میکنه. فکر کنم دیگه سود پایان رو بشنویم تا همین لحظات. و بله اینم سود پایان نیمه اول، برتری 3-0 من سیتی. استراحت کوتاهی میکنیم تا آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهم بود. این هم از نیمه اول بازی بین دو تیم منچستر سیتی و لیورپول. همونطور که میلاد رضایی گفت، میلاد نجفی اون شخصیت بزرگش رو دوباره نشون داد و خب فعلا 2-0 به سود تیم منچستر سیتی بازی در نیمه اول به اتمام رسید. بازی چطور بود؟ بازی خوب بود. مسعود یه مقدار تغییر تاکتیک داده بود. ما انتظار داشتیم از کنارها بیشتر نفوذ کنه. معمولا وینگراش رو راه میندازه. از جناح راست دیوید اتفاقا سیلوا بیشتر گلاشو داره از مرکز میزنه ها. گلاش از مرکز میزنه ولی آره. معمولا الان مثلا برناردو رو راه میندازه یا آره. جک گریلیش رو راه میندازه یا همچین حرکتایی میزنه، از کنارها نفوذ میکنه. این بازی سعی کرد تاکتیکش رو یه مقدار تغییر بده، از مرکز بره، باز به نتیجه نرسید، برگشت به همون تاکتیک قبلیه و خب نتیجه گرفت و خوبم بازی میکرد. هم تو مرکز زمین تسلط داشت، هم تو جناحین تسلط داشت. میلاد نجفی هم که خب بازی که انتظار میرفت خیلی نتونست اصلا موقعیت خاصی ایجاد کنه و عقب افتاد 2-0. این نکته جالبی که به نظر من در مورد مسعود وجود داره اینه که مثلا میگم تو یه مدت کوتاه 5-6 دقیقه میاد 2-3 تا گل میزنه، بعد نمیدونم دیگه بعد اون داره چی کار میکنه، من فلسفه‌ش رو نمیتونم درک بکنم. تو بازی قبلی هم همون جوری کرد. اولای نیمه دوم تو کمتر از 10 دقیقه 2 تا زد، بعد نیمه اول کلا رفت پی کار خودش تا نیمه دوم که اومد 4 تا زد و 6 کرد. این بازی هم همون جوری کرد تقریبا. تو فواصل کوتاه گل میزنه و بعد اون چیکار میکنه نمیدونم. آفرین، خیلی دقیق اشاره میکنی اینا رو خودت هم. مسعود به نظر من سعیش اینه که مثلا بازی و اول نتیجه رو در بیاره، بعدش به دنبال اینه که مثلا گلای زیباتری به ثمر برسونه، چه میدونم گلای نمایشی و یا مثلا تاکتیکی ارائه بده که بیشتر مالکانه باشه. به دنبال زدن گل بیشتر نیست، برخلاف عارف ابوالقاسمیان که سیری ناپذیر گل میزنه تا دقیقه 90 و این تاکتیک خطرناکه، ممکنه یه موقع کار دستش بده یا یکم اگه حریفش به جمعه به خودش ممکنه نتیجه رو برگردونه. خب به نظرت نیمه دوم چجوری میشه؟ تغییر خاصی ایجاد میشه؟ من خیلی فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفته توی این بازی. نه میلاد آنچنان میتونه بازی رو برگردونه، همچین آدمیه که بخواد مثلا جلو مسعود بتونه بازی کنه، مسعودی که با منچستر سیتی و کلی هم بازیکن داره و نه به اصطلاح مسعود عقب میشینه از حملاتش. به نظرم گلای بیشتری سیتی میزنه تو نیمه دوم. باشه. حالا امیدوارم اون تعدادی باشه که پیش بینی من درست حساب در بیاره. آقا میلاد یادتون باشه پیش بینی کردن بازی 5 میشه. پس بریم ببینیم در نیمه دوم مسعود 3 تا گل دیگه خواهد زد یا نه. جایی که لیورپولیا بازی آغاز میکنن، لیورپول که در نیمه اول 3-0 بازنده به رختکن رفت. 2 گل برناردو سیلوا و 1 گل از ریاض مارز، در نتیجه 3-0 بازی به نفع منچستر سیتی تموم شد. لیورپول که در نیمه اول هم خیلی هم بد بازی کرد و صلاح فقط 1 لمس توپ رو در 45 دقیقه نیمه اول داشت. بعد عملکرد دو تیم در نیمه دوم به چه صورتی خواهد بود. لوئیس دیاز برای لیورپول بازی آغاز میکنه. رودری، واکر، دیبروینه، خود کوین دیبروینه برای فیل فودن در سمت چپ منچستر سیتی. فودن میخواد کانسل باش اوورلپ کنه، اما خود فودن جلو میاد. خود فیل فودن درون محوطه که آرنولد توپشو به کورنر میفرسته. سیلوا پشت توپ قرار گرفته، ساند میکنه روی دروازه. یه موقعیت برای منچستر سیتی و آلیسانی که توپو جمع میکنه. خطا هم به روی دروازه‌بان لیورپول اعلام میشه. بازیکن دو تیم در حال صحبت کردن با هم دیگه هستن. آلیسانی که مدام بر سر مدافعانش داد میزنه. حالا بازی آغاز میکنه. آلیسان بکر در میانه میدان، باز هم بازیکن منچستر سیتی سر اول میزنه. فابینیو توپو رودری گرفته. خود رودری برای هالند، ارلینگ هالند پشت محوطه جریمه چرخی هم میزنه. کسی هم زیاد
نمیره که تحت فشار قرارش بده. کوین دیبروینه پشت محوطه جریمه، خود دیبروینه برای رودری، کانسلو، سانتر کانسلو خیلی خوبه پشت محوطه جریمه و توپی که بالاخره میخوام بگیرن که موفق نمیشن. دیبروینه، فودن بازیکن منسیتی، کانسلو یه موقعیت، فیل فودن به عقب، دیبروینه زبر میزنه یا نه کوین دیبروینه، فیل فودن، هالند، باسم دیبروینه، رودری، همکاری بازیکن منچستر سیتی پشت محوطه حریف که بالاخره توپ رو میگیرن و خطا برای منسیتی در این موقعیت فوق‌العاده. کوین دیبروینه پشت توپ قرار گرفته، 59مین دقیقه است، دیوار دفاعیشو منظم میکنه آلیسون بکر. ببینیم با توپ چه خواهند کرد. یه توپ که در نیمه اول بدم نزد خوبم نزد اما توپش به بیرون رفت. بر ترتیب ببینیم این بار در دقیقه 60 این چهره کوین دیبروینه چه خواهد کرد. 19 یارد فاصله توپ با خط دروازه است. دیبروینه حالا ضربه میزنه و این بار از بالای دروازه به بیرون میره و حسرت پپ گواردیولا را در پی داره. ببینیم ضربه دیبروینه رو باز هم سعی کرد که فنی و موجدار بزنه. کالوین فلیپس رو میبینین در کنار گواردیولا که داره خودش رو گرم میکنه. آلیسون بکر بلند برای محمد صلاح. چرا برای محمد صلاح توپا بلند فرستاده میشه؟ جردن هندرسون، فابینیو. حالا موقع برای لیورپول فرصت رو دارن که یا لگه اشتباه بازیکن سیتی و توپی که از کنار دروازه فیرمینو به بیرون میزنه. ادرسون مورایس کوتاه، واکر توپا میاره برای کانسلو. صلاح سر اولو میزنه. حالا فرصت برای لیورپولی که به یک باره تصمیم گرفت ضربهشو بزنه. فیرمینوی برزیلی، کوین دیبروینه، فیل فودن، برناردو سیلوا در میانه میدان ثابت پاس میبره برای فیل فودن. در مقابلش الکساندر آرنولد هست. خود فودن مثل آب خوردن جا میذاره آرنولد رو. فرصت برای منسیتی در اون محوطه جریمه. خود فودن توپو کماکان در اختیار داره. توپی که از خط عبور میکنه و قاط دروازه اعلام میشه. آلیسون بکر در 67مین دقیقه دی بازی جدی هم نمیگیرن بازیکن دو تیم. نتیجه کاملا گویای همه چیز هست. لیورپول هست شد و من سیتی به همراه همشهری خودش منچستر یونایتد راهی دور بعد شده. تییاگو حرکت میکنه، میره که یه فرصت هم لیورپول سمت دروازه منچستر سیتی داشته باشه که این اتفاق نمیافته. تو باز برناردو سیلوا اشتباه کرد. توپو حالا جوئل ماتیب میگیره. تییاگو، خود تییاگو آلکانتارا، یه موقعیت برای لیورپول و توپی که فکر کنم خود مهاجم به بیرون زد. همینطور هم هست. تو با ادرسون مورایس از کنار دروازه آغاز خواهد کرد. خود ادرسون کوتاه با دیاز برای کانسلو، دیبروینه، برناردو سیلوا، ارلینگ هالند. بازیکن منچستر سیتی که دارن میرن برای گل چهارم. خیلی راحت رد میشه. ببینید گل چهارم میبینیم یا نه که بله گل چهارم هم میزنه منچستر سیتی. این بار کوین دیبروینه هستش که برای سیتیزن ها دندار گلزنی میکنه. در 75مین دقیقه منچستر سیتی حساب کارو 4-0 میکنه. فیرمینو اعلام میشه. به کمک داورم نگاهی میکنه چه اتفاق میفته. اینجا به درستی آفساید رابرت بابی فیرمینوی برزیلی اعلام میشه. دیاز، رودریگو، دیبروینه. خود کوین دیبروینه بالاخره یه توپ ازش میگیره. اونجا جردن هندرسون. فرصت برای دیاز در مقابلش داره کایل واکر رو. پاس عمقی رو میده اما تو به فیرمینو نمیرسه. رودری، سیلوا رد میشه اونجا از فابینیو. خود برناردو سیلوا هر کاری داره میکنه فابینیو که نذاره پیش بره. فرصت برای منچستر سیتی از دروازه خارج میشه. آلیسون توپو جمع میکنه. 82مین دقیقه. رودری، دیبروینه بازیکن منچستر سیتی کاملا راحت دارن بازی میکنن. فانتزی بازی دیگه دارن میکنن. بازیکن من سیتی محمد صلاح برای فیرمینو. توپی که برمیگردونن آقای مریک لاپورته توپ رو میگیره. برناردو سیلوا میتونه ببره برای خود ریاض اما یه دریبل زیبای دیگه از بازیکن منچستر سیتی رو دیدیم. خود برناردو سیلوا یه دریبل دیگه. گل پنجم. بله این هم گل پنجم. هتریک میکنه برناردو سیلوا و صاحب توپ این
بازی میشه 5-0 منسیتی در دقیقه 87. خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکرشو میکردن. این بازی براشون رقم خورده، هر کاری دلشون خواسته کردن، 5 تا هم گل زدن و حساب کار 5-6 است به نفع منسیتی. یه سود راحت رو نسبتاً داشتن بی دغدغه و این هم عصبانیت های یورگن کلوپ که باید خودش آماده دوره بعدی رقابت ها بکنه. ویرجیل فان دایک تو به نگه میداره. 88مین دقیقه هم در حال اتمام محسوب میره تو اون. واکر اجازه نمیده که دیاز حرکت کنه. کایل واکر، ریاض وارز تو بشه میگیرن بازیکن لیورپول. بازم لوئیس دیاز برای فیرمینو. خود فیرمینو درون محوطه جریمه، یه پاس، یک ضربه و توپی که ادرسون در اختیار میگیره. یک بار دیگه لیورپول تو با قطع کردن. محمد سلام و باسم میان قطع میکنن تو بازیکن من سیتی. 2 دقیقه به پایان. منچستر سیتی با رودری صاحب توپ هست. خود رودری واسه نمایشار برناردو سیلوا. گل ششم هم خود سیلوا میزنه یا نه که نه. تو این بار به بیرون میره. چیزا به پایان بازی نمونده. فکر کنم آخرین ضربه باشه که دندیدار به توپ زده خواهد شد و سود پایانی حالا زده میشه. برتری 5-0 منچستر سیتی در برابر لیورپول. صعود من سیتی به همراه من یونایتد از گروه بی. امیدوارم از تماشای این مسابقه لذت برده باشید. شما عزیزان تا دیدار دیگه به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار. خب این هم از نیمه دوم. میلاد رضایی شاید گاهی وقتا نتایج رو مثلا چیز بکنه، بگه بعد مثلا 3-3 میشه ولی 6-6 میشه، ولی تعداد گلا رو دقیق میگه. بازی اول 6 تا داشت، این بازی هم 5 تا داشت و از قضا 5 هم شد. آقا اصلا من انتظار نداشتم 5-0 بشه بازی. پیش بینی خیلی درست از آب در اومد. و یعنی من پیش بینی کردم که 5-6 میشه، ولی گفتم که این پیش بینی اتفاق نمیفته. ولی خب این خوشحالم که این پیش بینی دقیق اتفاق افتاد. میلاد نجفی آدم گل بزنی نیست کلا. نمیدونم دکمه شوتو گم کرده یا چی. مثلا موقعی هم که میتونه خطر ایجاد کنه شوتر رو نمیزنه. آره پاساش هم خیلی عجیب غریبه. پاسای آفرین رو به عقب میده در حالی که دید نداره. دقیقاً. گل اولی هم که خورد دقیقاً همون شکلی بود. چقدر اشتباه مرتکب شد. آره. بر سر هم. و خب توپ هم دستش میاد گاهی وقت مستقیم میزنه اوت. برای چی نمیدونم. مشخصه که خب تسلط نداره دیگه. مهدی جان معلومه که زیاد فیفا بازی نکرده و خب مشکلی هم نداره، باید بیشتر تمرین کنه برای دوره‌های بعد. خب این هم از دومین رضاییمون که صعود کرد. صعودش هم قطعی شد. فعلا باید منتظر بمونیم ببینیم دو بازی بعدی چطور میشه تا ببینیم حریفشون چه شکلیه. ولی خب به نظرت مسعود در مرحله بعدی چه کار میکنه؟ مسعود الان مشخص نیست حریفش کی خواهد بود. اگه به امین بخوره باز مسعود بازی سختی داره. همون پیش بینی که کرده بودم عارف میگفتم بازی مالکانه ارائه میده، مسعود همچین سبک و سیاقی داره، فشار میاره رو تیم حریف، ولی مثل عارف آسیب پذیر نیست. یعنی تو دفاع هم خیلی مسلط بازی میکنه. دقیقاً این هستش. ولی اتلتیکو مادرید هم تیم زهرداری. اگه به اتلتیکو مادرید بخوره به نظر من کارش سخت‌تر میتونه باشه. ولی اگه بخوره به آرسنال علی میرصدری با توجه به اینکه جلوی اتلتیکو مادرید باخت داشت شاید راحت‌تر بتونه بازی کنه بازی نیمه نهایی. صحبت‌های پایانی تو میشنویم میلاد جان. من آرزوی موفقیت میکنم برای 2 تا بازیکن صعود کنندمون مسعود و امین. ان شاءالله که توی مرحله بعد خوش بدرخشن. حالا ببینیم که تیم‌های صعود کننده بعدیمون کی خواهد بود. ان شاءالله که اونی که شایسته تره بیاد بالا و بازی جذاب‌تری توی مرحله بعد شاهد باشیم. متشکرم ازت میلاد جان. خیلی مخلصم. قربونت باشم. سلامت باشی. از میلاد رضایی خداحافظی میکنیم. میلاد نجفی خب حذف شد. البته قبل از اینم حذفش قطعی شده بود، ولی خب به هر حال دیگه مسابقات داره دور گروهیش تمام میشه و دیگه بازی دیگری از آقا میلاد نخواهیم دید. براش آرزوی موفقیت داریم. بازی بعدی این گروه بین دو تیم منچستر یونایتد و بارسلونا خواهد بود، ولی همونطور که در قسمت قبلی هم گفتم در قسمت بعدی سراغش نمیریم. در قسمت بعدی سراغ بازی دوم گروه اول خواهیم رفت. دیدار حساس بین دو تیم بایر مونیخ و آرسنال
از گروه اول که تکلیف گروه اول و جدول رده‌بندیش در اونجا به شکل کامل مشخص خواهد شد. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم که از دیدن این قسمت از برنامه لذت کافی رو برده باشید. مثل همیشه فالو و سابسکرایب پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب ما یادتون نره. لایکش هم بکنید و ما رو از نظرات ارزشمندتون بهره مند بکنید. تا دیداری بعد و تا قسمتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.